پس این میشه مسئله طراحی مدار فرمان. برای کنترلش ما اومدیم گفتیم خب ما از یک شاسی استارت استفاده بکنیم که بتونیم قطع و وصلش بکنیم دیگه. بیایم از یک شاسی استارت استفاده بکنیم. خب مشکل استارت این بود که در واقع شما مدارتون لحظه‌ای میشد. یعنی اگر ما این رو حالا با عنوان مثلا S1 در نظر میگرفتیم که حالا با نقطه چین هم نشونش میدادیم، اگر این S1 باشه که حالا PB استارتمون باشه، پوش باتن استارتمون باشه، مدار لحظه‌ای بود. برای که مدار دائم باشه گفتیم باید یک مسیر موازی با استارت رو هم ما اینجا داشته باشیم. یعنی بیایم مسیر رو طراحی کنیم که موازی با استارت باشه. خب گفتیم از تیغه خود نگهدار K1M استفاده میشه، یعنی خود کنتاکتور که با عنوان 1314 K1M اینو نامگذاری کرد. 13 و 4. خب حالا دیگه وقتی که شما دستتون روی استارت فشار بدید، یعنی از اول برق میاد، مثلا اینجا راهی برای عبور نداره، اینجا راه میاد دیگه راهی برای عبور نداره. اول شما استارت رو وصل میکنید، برق میرسه به آی1. وقتی برق برسه به آی1 بوبین مگنت میشد، 1314 هم وصل میشد. پس در یک لحظه دو مسیر برای عبور جریان وجود داشت و کافی بود که یکیش قطع بشه. یعنی شما دستتو از روی استارت مثلا برده و اون موقع بود که دیگه شما برق کنتاکتور رو از طریق 1314 فقط برقرار میکردی. یعنی اصلا استارت رو هم باز کنی بندازی دور، کنتاکتور وصل. بنابراین استارت نقشش فقط در لحظه راه اندازیه و بعد از این برای که مدار شما مسیر رو قطع کنه، ببینید مسیر جریان اصلی از این خط میگذره. فقط پس کافی بود که شما اینجا یک تیغه، یعنی یک شاسی یا پوش باتن استاپ رو هم قرار بدید که حالا جهتش هم مهمه که به این شکل باشه. استاپ رو اینجوری میشود. خب این هم میشد مثلا پی بی استاپ. باز با این نقطه چین ها نشون میدادیم که مثلا استاپ هستش. خب اسم این هم میذاشتیم پی بی استاپ. همین رو سریع بریم سراغ فلوکسین. ببین تو فلوکسین فاز و نول نداریم، چون مدار فرمانش 24 ولت. اکچویتورهای ما پیش فرض برای شبیه سازی 24 ولت، ولی فرقی نمیکنه. شما فاز رو مثلا میگی محرک مثبت و نول رو میگی محرک در واقع خنثی و مثبت 24 و 0 رو که میذارم مثل همین فاز و نول است. خب من میخوام همین رو شبیه سازی کنم که ببینم عملکردش به چه صورت. ببینید پوش باتن، یک پوش باتن میک داریم، یک پوش باتن بریک داریم، همونطور که قبلا گفت. یک در واقع شاسی استاپ، یه شاسی استارت، یه میک سویچ تیغه باز و یک ریلی برای کنتاکتور. اینا رو وصل میکنم به هم دیگه. خیلی راحت با استفاده از این نودهایی که ساخته میشه و منظم سعی میکنیم زیر هم باشه. خب و این 1314 رو هم موازی. حالا به این نرم افزار باید بفهمونیم که المان هامون اسمش چیه. K1M، پس این میشه K1M. وقتی که این تیغه باز رو اسمش رو میذارم K1M، این میفهمه که مربوط به همین کنتاکتوره. پس زیرش هم اینو میمیسه، میگه از این کنتاکتور یه تیغه باز در مسیر 2. اینا شماره مسیرها هستن که توی بحث مونتاژ در موردش بعدا میشه صحبت کرد. در بخواید دیگه میتونیم اسم اینا رو هم بذاریم. پی بی استاپ، پی بی استارت. حالا قشنگتر اینه که از این به بعد اگر دوستانی علاقه‌مند به یادگیری بودن، خودشون مواردی رو که ازشون میخوایم رو مثلا بیایم با فلوکسین هم انجام بدیم. یه دونه ایندیکیتور لایت که بهش میگیم لامپ سیگنال یا چراغ سیگنال رو هم موازی کنتاکتور قرار میدیم. ببین میتونید برقش رو اینجوری بگیرید، مهم نیست، یا میتونید از زیر کنتاکتور بگیرید. فقط جهت این که حالا عملکردش رو قشنگتر ببینید فقط. خب اگر علامتی رو شما توی مدارتون نقشتون میخواستید بکشید، برای لامپ سیگنال حرف H رو استفاده میکنید. خب اینو رانش میکنیم.
اینجا جهت این که حالا نود ها رو میگه که از یک نود بگیریم اجرا میشه، ولی خب اگه همچین پیغامی رو داد شما میتونید اسکیپش بکنید دیگه، مشکلی نداره، فقط به خاطر اینکه نودهاش با این یکی بشه. خب ببینید استارت رو میزنیم. اینجا البته وصل نیست احتمالاً. خب نقطه رو با هم درستش کنیم که به مشکل نخوره. خب این کایکه، اینم کایکه، بله. خب دوستان لطفاً اگر موقعی که سوال دارن میکروفوناشون رو روشن کنن، در صورتی که سوالی ندارن که لطفاً حواستون به میکروفون باشه. خب این از پایین وصل نبود چون اینو قطع کردیم. خب البته خیلی ساده تره به خاطر اینکه من این لامپ رو موازی کردم این داستان پیش میاد. خب ببین استارت رو که میزنیم همونطور که گفتیم این مسیر قرمز رنگ رو نشون میده، یعنی برق تو اینا وجود داره. دستمون رو که از روی استارت برمی‌داریم این مسیریه که داره کنتاکتور رو تغذیه میکنه. استاپ هم که میزنیم قطع میشه. حتی ما میتونیم اینو استپ بای استپ هم ببینیم، یعنی مرحله‌ای ببینیمش. ببینید مثلا ما استارت رو میزنیم، اول استارت وصل میشه، برق که به بوبینی، اینا همه در یک لحظه اتفاق میفته، ولی این داره زمانها رو استپ بای استپ میکنه. بعد بوبین کنتاکتور وصل میشه، بعد که شما دست رو از استارت برداشتی مسیر تغذیه از تیره بسته کایک. خب این رو حالا جهت اینکه بعدا می‌خواستید استفاده کنید یه مقدار وقت گذاشتیم روش. خب حالا بریم سراغ PLC. ببینید برای PLC ما فقط المان ها رو می‌خوایم، یعنی استاپ و استارت رو می‌خوایم جدا بکنیم، دیگه کاری با بقیه موارد نداریم که بگیم مسیر رو اینجوری سری موازی کنیم یا خود نگهدار استفاده بکنیم، فقط استاپ استارت می‌خوایم. یعنی اینجا اون چه که برق به بوبین کنتاکتور میرسونه در واقع PLC ما هست. پس ببینید من اینو میارم همین ور که شما درک بهتری برای این موضوع داشته باشید. حالا فرض میکنیم که رله ما رله 24 ولت باشه. خب دقیقاً نقشه مسیر جریان PLC همینه، یعنی دو تا خط بالا پایین میکشیدیم. حالا به جای L1 و N باید بشه L مثبت و N. L مثبت و همون منظورش مثبت 24 و N و همون 3. خب قرار شد، پس ببینید الان از شما این انتظار میرفت که وقتی میگه نقشه مسیر جریان اولین چیزی که طراحی میکنید این باشه که یه خطی بالا پایین، بعد یک حالا مثلا مستطیل بزرگ هم این وسط. خب حالا دیگه المان هامون رو باید بچینیم اینجا، یعنی فقط استاپ یا فقط استارت که نیستش که. بنابراین اینجا ما یه استاپ داشتیم، یه استارت. قبل از اینکه استاپ استارت رو بذارم ببینید این حالتاشو در نظر میگیم. با استفاده از شاسی NO برای استارت یا میک و شاسی استاپ، شاسی NC یا بریک. خب پس اول یه NC میذاریم، یه NC میذاریم برای استاپ، اینم حالا ادامه میدیم که برای استاپ باشه. ادامه میدیم که بهتر و قشنگ‌تر بشه. حالا ببینید اینم استارت یا NO. خب اینم که وصله مثلا به یک کیو دیگه. خب این الان بخش اول تامین یک، یه استاپ یه استارت، استاپ و استارت، مثلا پی وی استاپ همینه. و پی وی استارت هم
دیگه است. خب اینم که PLC مون. پس ببینید مدار فرمان ما اینجوری تغییر میکنه. نقشه مسیر جریان اینه. چیزی که از شما خواسته شده باید اینو میکشیدیم با آدرساش هم میدیم. حالا دیگه آدرس ها رو یاد گرفتیم، با صفر میدیم. آی صفر و صفر، آی صفر و یک. خب و کیو صفر و صفر. اینو به کرات ما تو کتاب داشتیم، یعنی تمامش رو برای هر مسیر. ببینید الان هر مداری که اینجا وجود داشت ما این نقشه مسیر جریان رو کشیده بودیم. به هر حال حالا این میشه برای حالت یک، مثلا این حالت یک. حالت دو تمرین تو PDF بود. گفته استاپ استارت هر جفتش چی باشه؟ NO باشه. خب پس استاپ استارت هر جفتش NO باشه. من اینو مجددا کپی پیستش میکنم وقت شما گرفته نشه. این هم میشه حالت دو. میگه استاپ رو درست رنگش قرمز، اپراتور انتظار داره وقتی که زد تحریکش کرد مدارش خاموش بشه، موتورش از حرکت بایسته. اما عملا شما از یه تیغه باز داری برای استاپ استفاده میکنی، چون این امکان در PLC وجود داره. چرا؟ چون شستی ها همونطور که قبلا هم گفتیم نقششون فقط ارسال سیگناله، دیگه مهم نیست که حتما استاپ استفاده بکنی یا استاپ. دقیقا ما میتونیم با همین حالت هم در واقع یک شستی NO یا make رو استفاده بکنیم که کار استاپ رو بکنه. چرا؟ چون این قراره یه سیگنالی رو بفرسته که ما تو برنامه بهش بگیم استاپ کن، ولی تو برق صنعتی قراره برق رو قطع کنه. پس تو برق صنعتی ما نمیتونیم به جای این یه میک بذاریم یا NO بذاریم، ولی تو PLC میدیم. خب مدارها رو برای جفتش طراحی میکنیم. اول این مدار لدر ساده. یعنی چی؟ مدار لدر ساده ما این بود دیگه که حالا من خیلی سریع بین دو تا رانگ، در واقع بین یه رانگ لدریمون این بود. یه المان اینجا میخواستیم، یکی اینجا، یکی هم اینجا. این المان ما به این صورت، من اونو سریع درست کنم که متوجه بشید داستان از چه قرار. دو تا استارت میخوایم، مثلا یه کوی خب و یه تیغه موازی با این. همچون شکل. خب این المان لدریش هست که حالا برنچ هم نمیسازم که این میشد آی صفر و صفر، این میشد آی صفر و یک، این میشد کیو صفر و صفر. این هم حالت خود نگهدار داره، در واقع بیت ورودی که وضعیتش وابسته به بیت خروجی کیو صفر و صفر هست. اینجا که برق نداریم که ما بگیم تیغه خود نگهدار. خب همینو برای این انتقال. خب خوب دقت کنید
تمام تغییری که شما الان باید تو برنامه بدید اینه که تصمیم بگیرید و برای این مدار با فرمت اینکه استوپش بسته باشه چه تغییری تو این ورودی بکنه و برای این مدار چه تغییری. خب گفتیم که نقش این المان اینه که اگر این ور صفر باشه این ورم صفر انتقال میده، یعنی اینجاش هم صفر میشه، و برعکس اگه اینجا یک باشه اینجا هم یک انتقال میده. خب این یک و صفر ها رو کی تعیین میکرد؟ ورودی، یعنی برقی که اینجا قرار بود قرار بگیره به اصطلاح. خب ببینید فرق این دوتا مدار تو چی بود؟ تو اینه که اینجا برق میاد از استوب میرسه به I0 و I0 از اول یکه و اینجا همچنان برق میاد، ولی تا زمانی که استارت رو نزنیم برق به I0 نمیرسه و این هنوز صفره و وقتی تحریک بشه یک میشه. اینجا چی؟ اینجا به هیچ کدوم برق نمیرسه، پس جفت I0 و I0 از اول صفرن. پس تمام تفاوت این مدارها در اینه که الان I0 تو این مدار پیشفرض یکه و تو این مدار صفر. پس کدوم یکی از این دو حالت میشه؟ یعنی الان یک میرسه یا صفر؟ قطعا الان یک میرسه. پس ما این یک رو احتیاج داریم تو این حالت، یعنی یکی بهش برسه. و دوباره مثلا یک برسه اینجا، خوب دقت کنید این ور یک باشه. حالا الان این دقیقا شبیه سازی این مدار، چون هنوز استارت رو نزدیم پس اینجا صفره، پس این هم صفر خواهد بود و خروج ما فعال نیست. اما این مدار چی؟ این مدار اینجا صفره، چون اینجا صفره اینجا هم صفر، پس قطعا کل مدار فعلا قطع. برای اینکه این مدارها درست کار کنن باید برای حالتی که استوپ ما میک هست ما از تیره بسته استفاده کنیم. یعنی تمام فرقش همینه. اگر شما میخواستید این مسئله رو حل بکنید باید در نظر میگرفتید که اینجا مدار رو به این شکل تغییر حالت بدید. چرا؟ چون شما از اول به سیگنال استوپ احتیاج داشتید و ما هم اینو گفتیم این به مفهوم ناته. وقتی که اینجا صفره، وقتی شما این تیره بسته رو قرار میدید اینجا تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک میشه. خب و این میشد لدریش. اما اگر بخوایم فلیپ فلاپش هم طراحی بکنیم، گفتیم فلیپ فلاپ رو شما SR قرار میدید. فلیپ فلاپ SR که پایه بالا ست باشه، پایه پایین ریست باشه و همچین المانی برای ورودی و همچین المانی هم برای خروجی. حالا که تصمیم بگیریم کدوم میخوایم قرار بدیم. این هم که برای کی آدرس ها هم همون رو قرار میدیم دیگه. مثلا Q00 رو شما قرار میدید برای خروجی خود فلیپ فلاپ. واسه قطعا NC بهتره. الان ما فعلا بحث نکردیم برای این موضوع، ولی خب به اونجا هم میرسیم. اجازه بدید. خب اینجا بنویسیم اینم Q00 مثلا. خب همین رو برای اینم داریم. فقط ببینید الان اصلا مسئله این نیستش که شما تشخیص بدید کدوم بهتره یا نه. الان فقط باید برای جفتش مدار رو طراحی کنید. خب اینجا با توجه به این که از اول سیگنال یک رو داریم، پس ما نمیخوایم که یک به این برسه
و میخوایم اینجا 0 باشه که ریست داشته باشیم. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا 0 میخوایم. اینجا باید از یک تیغه بسته استفاده کنیم. و اینجا چون که از اول 0، یعنی برای این حالت دوم فرق میکنه دیگه. برای حالت دوم اینجا از اول 0 و همون 0 میرسه درست، اما دستش نمیشه. خب پس ببینید الان این دوتا کل مفهومی که شما منتظرش بودید که چرا مثلا ما برای بسته نات باید استفاده کنیم یا انسی بذاریم، که گفتم انسی غلطه توی بحث برنامه‌نویسی، چون دیگه این تیغه انسی نیست، این یه ناته، و چرا NO استفاده کنیم، همش بستگی به این موضوع داره که شما تصمیم بگیرید که